پیامبر گرامی اسلام به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف فرما شدن. یه ظرف شیری با خودشون آورده بودن. ابتدا ظرف شیر رو به دخترشون دادن، فرمودن که بخور فداها ابوها، بخور ای دختری که پدرت به فدای تو بشه. مقداری از ظرف شیر رو نوشیدن. بعد شیر رو گرفتن دادن دست امیرالمؤمنین. همون ظرف شیر رو، بقیه شیر رو حضرت امیر نوش جان فرمودن. به حضرت امیر هم فرمودن پسر عموت فدات بشه، بنوش از این ظرف شیر. این شیر نوشیدن که به پایان رسید، بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن که نظر شما نسبت به شوهرتون چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در کمال حیا و نجابت یک جمله کوتاهی رو عرضه داشتن، فرمودن نعم البعل، خوب شوهریه. و از اون طرف از امیرالمؤمنین پرسیدن که نظر شما نسبت به همسرتون چیه؟ امیرالمؤمنین در یک جمله کوتاهی درس بسیار بزرگی دادن که فلسفه بسیار از زیبایی های یک خانواده معنویه. فرمودن نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکی فاطمه من برای بندگی خدا، برای اطاعت خدا. شاید این کلام حضرت حکایت داشته باشه که اثر معنوی زن بر مرد بیشتره از اثر معنوی مرد بر زن. معمولا تو مجالس معنوی هم شما میبینید خانم ها بیشتر شرکت میکنن. روضه ابا عبدالله جلسه روزش اصلش روضه زنونه است، بعدش حالا آقایون از این سفره و خانه نعمت بهره میبرن. یه شب تو مهدیه تهران من وادار کردم مردم دستشون رو ببرن بالا برای یه سوالی. شاید 5000 نفر جمعیت نشسته بود، نمیدونم. گفتم همه شمایی که اینجا نشستید یا ماماناتون شما رو آوردن، یا خانومتون شما رو آورده، یا دخترتون گفته بابا بلند شو بریم. همه زدن زیر خنده. گفتم اگه حرف من درسته انگشتا رو بیارید بالا. تقریبا همه دستاشون آوردن بالا. البته این جلسه فرق میکنه، من اینو تو این جلسه نمیگم چون جوانای مجرد تو این جلسه اومدن بلکه به یه نوایی برسن، اونا ممکنه توسط مامانا و خواهرها و خانوماشون نیومده باشن. ولی واقعش اینه که نعم العون علی طاعت الله. چون اینجا جلسه بحث ازدواجه، اینا هم سرگوششون میجنبه بندگان خدا. جامعه هم به اینا داره ظلم میکنه. اینا دیگه دیپلم میگیرن، از اون طرف باید عقدنامه خانومشون هم زیر بغلشون باشه. ولی هی بهشون میگن شما بچه اید و دیر میشه و دیر نمیشه، زوده. حالا خب اینا ناراحتن دیگه. الان ناراحتی تو چهره هاشون شما نگاه بکنین کاملا پیداست. ازدواج ها تأخیر که میفته، بعد حال بچه داری ندارن، بعد دعواشون میشه. ازدواج که زود صورت بگیره خیلی برکات داره. اینکه آقا اخیراً صریحاً فرمودن ما در ارتباط با قصه تکثیر نسل یک اشتباهی نظام اسلامی انجام داده، باید جبران کنه. یکی از راه‌های جبرانش اینه که این جوونا زودتر ازدواج بکنن، ببینن همچین ازدواج زیاد توفه نتنزی هم نیست. این همون چیزیه که بالاخره شطوریه که در خونه همه میخوابه، دیگه زیاد حساسیت نداشته باشن. ولی باید ازدواج زود انجام بگیره. حالا میگم شاید مجالس معنوی تحت تاثیر مادرها و بالاخره همسر و دختر و اینها زیاد هست. اما چون اینجا بحث ازدواج بوده، شاید انگیزه شخصی جوانای مجرد هم یک کمی درش دخالت داشته. اگر هم دخالت داشته مبارکه، انشالله همشون به آرزوهاشون برسن. انشالله که شما هم چه انشالله میگن.